اختلاف اساسی بین ما اهل سنت و جماعت و آنها اختلاف اساسی در سری چی است؟ خب اختلاف اساسی بین ما و آنها یعنی که اهل سنت و جماعت و شیعه این مسئله امامت است. البته امامت به نظر اهل سنت و جماعت یک مسئله فرعی هست، یا اینکه مسئله سیاسی است که در اون تکفیر جا ندارد. بله. برای امامت شده کسی رو حق تکفیر کنی ندارد، بلکه میگم که فایده و ضرر است، درست و خطا هست مثلا در امامت اولا و اولاتر است. لیکن این مسئله نمیشه که تو این امام گرفتی تو خطاگری یا کافر شدی یا شدی. خب بخشش یعنی تکفیری ها آنها بودن، نه ما رو امروز اتهام میکنن به تکفیری و به نمیدونم چی. اهل سنت دورترین مردمان از تکفیر در حقیقت هم عادلترین مردمان نسبت. یعنی هیچ کس بازم میگم مسئولم میگم هیچ کس نگفته است که همین فرقه کافر است. میگن خرافاتی ان، بدعتی ان، خیلی مثلا چیزای دروغ داره، لیکن هیچ کی تکفیر نمیکنن. حق هم نداره تکفیر کنه. یعنی نمیشه بیام خیلی هم تو گیری کندلنگ گفتی مثلا مردم بگه که این فرقه فلان است. اینا هیچ کی حق این چیزا نداره.